السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة. وقال تعالى: ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید دو آیت، بلکه کمتر از تکمیل آیت، ولی در دو موضع من خدمت شما تلاوت کد. مروچگی یہ نشستا پیرامون یہ دو مطلب عرائض یا خدمت شما عرض کنون. دعا بکنید خداوند متعال من حقیرا مطلب صحیح بیان کنگ، من و شما را عمل کنگ آنچه که اشکنن و فهمین توفیق عنایت بکم. مروچی من و شما از نظر آگاهی دینی به فضل خدا، به خاطر خدماتی که علمای بزرگوارا در تأسیس مدارس و مکاتب و در موعظه ها و یه دیگه صاحبان رسانه یا در این زمینه یا دین نشر و انتشار کوتاهی نکتگ، ولی آنچه که مهم عمل کنگ به مسائل دینی و احکام شرعی، این نکته تو که ضعفی که وجود تو که هستن سعی بکنه و تی باقی مانده زندگی برابر با سنت رسول مکرم و دستورات اسلامی و تی زندگی ادامه بدین و تی خاتمه ختم به دستورات اسلامی و مطابق با فرمایشات رسول مکرم قرار بدهیم. عزیزان من، هنچون که من شما مستحضرین، من شما در یه عصر زندگی کنگاییم، یا زمانی زندگی کنگاییم که روز در روز پریشانی و ناراحتی و استرس و اضطراب مگشوه زندگی تو که هنچو مستولی بیتا که هر لحظه و ساعت کم انسانی که با این پریشانی و ناراحتی ها احساس مکند. در هنچی عصری تو که من شما زندگی کنگاییم و به این نکته هم علماء برای من شما کاملا این موضوع تبیین کتن، بیانی کتن که ایدابی شرایط و حالاتانی و این بیماری
که مروچی من و شما از نظر روحی و جسمی دوچار اشی درمان و علاج غیر از اشی که به قرآن و دین ما شما رجوع بکنه، دیگه هیچ جای درمانی برای یه استرس و پریشانیان نیسته. و هنی مردم به یقین رسیدگان که ما را هیچ چاره‌ای نیستیم به جز اشی که ما به دین مراجعه بکنیم. هما اهل و باطلانی که به دین و اعتقاد نبیتا مروچی هم خیلی از آیان به این نکته رسیدگان که ما را چی اید استرس های اجتماعی روحی جسمی ما را دیگه چاره نیست که به خدایی که حتی خیلی ها معتقد نبیتگان به دامن دستورات خدا رجوع بکنند و وقتی این بیماری روحی درمانا چه او در بگیجند. ولی ما بزانیم که دین چیه. من مروچی یه آیتی که ابتدای تلاوت کد به این نکته یا اشاره کنم که عزیزان من، همه من و شما معتقدین که به دین مراجعه بکنین، دین تنها درمانه. ولی این نکته هم بفهمین که دین چیه گوشند، دین تعریف چیه و ما دینا چطور بزانیم. وقتی که ما به قرآن مراجعه کنیم شاید بعضی از سطح نگری های ما از دین قرآن ما را متوجه کند. مروچی یه نگرش آمیانه چی دین بی صورتا در ذهنانی تو که جا کبتگ و دینا تعریف کنه از یا مجموعه از عبادات یا دستورالعمل های از عبادات که شکی نیست این مجموعه هم نام دینه. یعنی چی؟ دینا ما ودی ذهن آمیانه وقت تعریف کنیم که دین عبارت از نماز، روزه، زکات، حج و همه دابا تعریف کرد بیتگ و ذهنانی تو که جا دورده یک بیتگ. ارزون کو که شکی نیست که اشی هم جزئی از دینه و اشی هما قسمت دینه که به نام عبادت. ولی اشیا به قطع بزانه که دین از دیدگاه قرآن منحصر به باب عبادت نه، شیعه جزء مهمی دینه و به قول معروف شرط لازم یک مسلمانی همچنین که به عبادات توجه بکن و عمل بکن. شرط لازم برای یا دینداری واسطا یا مسلمانی واسطا که همین مجموعه یا وتی زندگی تو که باید عمل بکن و کوتاهی مکن. نماز، روزه، زکات، حج. ولی به قول زبان متداول شرط لازمه اما شرط کافی نه. یعنی چی؟ تنها دین ایشی تو که منحصر نه عزیزان من، شیعه شعبه از دینه یا جزئی از دینه. اما ما به فقه اگر نگاه بکنه، فقه تفسیر شریعته، تفسیر قرآن و حدیثه. ما مجموعه یک کتاب فقهی یا در نظر بگیره که استادان و متخصصان ادا حاضرن در این جمع من شما و همچنین طلاب و دیگه آگاهان، ما اگر فقه ها که تفسیر شریعت آیا اگر ما به دقت نگاه بکنه، فقه مجموعه از
4 شعبه یا تشکیل بیده که عبادت یا جزئی از همه، یعنی 1/4 دین عبادته. اما 3/4 دین دیگه که فقه ها برای ما به صورت ابواب تعیین کده، در باب معاملات و معاشرات و این دیگه زندگی من شمایی. 3/4 اما بحث معاملات هم، 1/4 عبادتیم. حالا ما اگر بیاییم باید تفسیر عامیانه دینا منحصر به این عبادات بکنه، باز ما هم اشتباه کنگاییم و مستری اشتباه ما هم شنایا. مروچی ما موعظه شاید در گشترین قسمت در باب عبادات هم، ولی از معاملات شاید کمتر گپ ببیتیم. اما در حوزه ها یا در تریبون های همچین جمعی او دا از آن مسائل و معاملات هم بحث بی، ولی کمتر. ما اگر به قرآن و حدیث نگاه بکنیم و اثرات مثبت عبادات و معاملات مقایسه بکنیم و همیدا با آیانی اثرات منفی و عدم توجه ما به معاملات اگر ما بررسی بکنیم، نگاه بکنیم، آیه اثر منفی، آیه تأثیر منفی در زندگی ما بیش از ایشیه. حالا اگر عزیزان من ما شما دقت بکنیم، عبادات اکثرا انسان رابطه گو خدایه. تو اگر نماز وانه این تو راز و نیاز کنه گوتی پروردگارا، روچک همیه دابا. حالا اگرچه یه عباداتان تو که جنبه های اجتماعی هم هست، ولی گشترین رابطه انسان با مخلوق، با خالق وته. و به فرض اگر یه انسانی در باب عبادات کوتاهی و سهل انگاری بکن، یا نمازی یا قضا بکن، روچگی یا قضا بکن، آیانی جبران سهله. خداوند متعالی شریعتا یه چیزی به نام قضایی رکتا که اگر تی نماز قضا بی بنابر یا عذری تو تونه آیه قضایا بکنه. اما مسئله معاملات من شما، خرید و فروش من شما، منیگتی سرکار به مسائل پول، ایشی یه مسئله که ای داد و ستد منیگتی، ایشی منیگتی گو خلق خدایا وابسته ایم. من تو اگر معامله انجام دهیم، منیگتی معامله ارتباط منی گویدگی مخلوقی از مخلوقات خدایی. در باب معاشرت، حقوق اجتماعی، حقوق همسایه، حقوق خانواده، حقوق چوک و همین منوال، در باب کشاورزی، در باب صنعت، در باب یه دیگه مسائلانی که هستن شان درو جزء معاملات هم که روزمره من تا اگر خوب دقت بکنی منی که عمر گشترین نسبت به همه مسائلان صرف بیگه. عبادتی که من شما انجام دهیم شبانه روز، اگر ما نمازان در نظر بگیریم، هر یه نمازی ما 10 دقیقه در نظر بگیریم، 50 دقیقه شبانه روز من تو رابطه خوش نیازا. اما آدگه 12 ساعت دیگه منیگتی معاملات گو مردمه، منیگتی داد 300 گو همادگه مسائل معاملاتیه که 3/4 شریعت دین گو آیه وابسته ایم. حالا من تا نسبت به بوتی نماز روچگا هوشیاریم و باید هوشیار ببین، رجوع کنیم به علما، مطالعه کنیم. اما در باب معاملات من تا چینچو مراجعه کنیم، چینچو معلومات من تا کسب کنیم. معاملاتی که اگر آیی تو که من تو باید نقصی مواجه ببین، باید کوتاهی مواجه ببین، آیه جبران چون نماز دابا امکان نیست.
حتی نماز اگر کذابی و مرگ تر گفت تو نگوشه که من یک سوم مالا منی عباداتی که من کذابی تگن ایشان جبرانه بکنید. همه چوکن تو وصیت کنه که باید همه نماز فدیه یا بدهن، روچه فدیه یا بدهن، اگر زکاتی نداتا آیا، اگر حج بدل انجام بدهن. ولی اگر تی کوتاهی نسبت به خلق خدایه، تا در معاملات تو کا کوتاهی کتا، در حلال و حرام تو کا تا اشتباه کتا، نچارت گشی حلال نه حرامه، حق یا انسانی ضایع کتا، ایشی جبران نیست، امکان نیست تا زمانی که اگر تو مرده. البته در زندگی چرا اگر برو چه همه یا هلیت بلوته، همه دین ادا بکنه، همه حرام و استغفار بکنه به یه نحوی اما مالاوتی کا اصلاح بکنه. ولی اگر مرده این حق انسان تی گردنه تا روز قیامت کو خدای محضر حاضر به و دا ترا جست بیته. پس مسئله معاملات همه مسئله ای که آیه جبران امکان نیست که بعد از مرگ تو آیه جبران کنک بیتیم به وسیله تی مالا یا تی وارثان. پس عزیزان من، انسان هوشیار هماهنا که در این مسائل مالی وقت باید هوشیار بیتیم و اشیا جزء مهم ارکان دین بزاد. هنچون که عرض کد ما اگر فقه ها نگاه بکنه عبادت یک چهارمی، یک به اصطلاح رکنی، غیر از رکنی که در ذهن شما هستن که ارکان اسلام اصول دینه، ولی از این باب ما بچاره شیعه مهم موضوع رکنیه. اما 3/4 آیه در معاملات و معاشرت روزمره من تو که اشیا من تو تا چه اندازه مهم میزانه و چینچو بی اشیا تلاش کنه و جدیت کنه. و تقریبا اکثر معاصی و گناه مستری که آیانی اثرات مخرب در این دنیای تو کا ظاهر بنده وابسته به همین کوتاهی و نقصانی که در باب حلال و حرام یا در حقوق انسانی ما کوتاهی کنیم. حضرت مولانا طهنوی رحمت الله علیه یکی از برجسته عالمان هند و از صاحبان، یعنی یکی از عرفا و عرفان و اهل طریقت و صدها تعلیف آیه در موضوعهای مختلف هسته. آی مسئله معاملات هنچو مهم ذات آدابا که عبادات ها که اهمیت هم هسته آیه توجه گشتر به اشیاء. اگر یه مرشدی آیگراعات طریقتی داد، اولا معمولا مرشدان که ما را شما را اگر تخصص نیسته، مرشدان یا اورادی یا ذکری به وقت مریدان گوشند که روچی تا اینچو درود با اینچو یه استغفار با اینچو. ولی حضرت طهنوی رحمت الله علیه آی حالاتا که نویسه اگر یه مرید یا آت که طریقت گفت و اولی چیز آیه حلال و حرام توصیه هست. آیا این اهمیت به حلال و حرام مهم زاد به اوراد نه؟ اگر خبری رسید که مرید فداعات گشتی که در مسئله حلال و حرام آیا اگر کوتاهی کتا گشتی من چه مریدا سک بد کهتے واسه من نلوٹو مرید من دیما حاضر بیتے نسبت به مسائل معاملات اگر آیا کوتاهی بکتے. ولی اگر یہ ورد وظیفه آیا کوتاهی کتا توصیه کود که اوتی یہ ورد و وظیفه ادامه بده، اوتی کوتاهی یا سالنگاری به جدیت تبدیل بکن. آیی حالات تو که آیی سیرت تو که نویسم آیه یا مرید مجازی هستد، یعنی همین مریدان وقتی که بعضی بیا نکته‌ای که رسند آیانی دیدگاه ها اجازه ده آیان که شما هم تونید دیگه مرید هم طریقت بدهید. یا روچی یکی چه همین مریدان مجاز آیی، یعنی خاصی مریدیت که نسبت به دیگران آیی اپ مرشدیت و تو یه هردین چوک یا دقت بکنید و تو یه هردین چوک یا آت واجه محضره واجه سلام علیک کو تو چوکی معرفی کو واجه ایمنی
چوکه منی ولی عهده شیواسا دعای خیری بکن واجه دعا خیر کد بعد در ضمن همه گپ واجه جز کو که ایتی چوکا چون ساله وشی 12 ساله نی واجه بعد واجه در ضمن همه اوتی مکالمه و گپ و جستجو وشی شما چه اوتی شهرها اداعات کگید شما سفر با چه وسیله یه بیتر اور آیگا واجه ما به قطار آت کگید اور واجه جز کو که ایشیه بلیت تو کامل گبته یا نصف گبته اور گوشتی واجه نه من شی بلیت نصف گبته واجه این معلومات هم هسته وشی 12 سال به بالا بلیت باید کامل گرگ ببیته تا چطور نصف که بیبته وشی واجه شی از در جسمی بعد این رشد که نبیتگی درست 13 ساله نی ولی معلوم بیته که شی 11 و همین ساله وش واجه انا لله و انا الیه راجعون وند گوشتی من مرید ادکتا من باید اوتی مرید ادکنگا تجدید نظر بکنم انا لله وند این ایشی که یا مردمی چی دنیا پاوت ببید یا مزنی سرمایه یا انسانیه یا اتفاق حادثه ای سر پیش بیده انا لله وند انا لله و انا الیه راجعون گوشی تی چطور وجدانا اجازه داتک چه بیت المال تا بروی خیانت بکنه بلیت یک کامل باید تی بگره با همه توجیه که تی چوکا رشد نکتا و مأمورانی که این کار سرا باید یا بلیت کاملی به بیت المال تا اینجا حلال و حرام تشخیص نده من چطور ترا به عنوان یا خلیفه مجازی اجازه داتا که تا برو دگرانی اصلاح بکن تی دنیگا وتی اصلاح نبیتا چطور منا انتظار هستی که تا برو دگرانی اصلاح بکنه چه مروچی گرن تا خلع لباسه ترا حق نیست که تا برو دگیا مرید یا دیگه انسان یا این فریب بده ترا وقتی که اینچو تشخیص نیه که یه عمل تی عمل حرامی عزیزان من بیاین من شما یه لحظه سراوتی جیبا ببرین ماوتی روزمره معاملات تو که چطوری معاملات انجام دهیم من طلبه در وقتی کار طلبگی تو که تا چه اندازه این مسائلان فرض که من به عنوان یه ملای استادی که تدریس کنون و در قبال وقت یا حق و زحمه گرون نی اشیا من چطور برای وقت حلال بکنم اول من وطا را خطاب کنون گوشم که اگر ما وقت تو که کوتاهی بکنم اشیا من بدانم که من به یه عمل حرامی مرتکب بیتگم حالا توی کاسب توی فروشنده در معاملات تو که اگر تو این اندازه کوتاهی بکنه در حلت و حرمت و تی آب مسئله تی کشاورز تی آدگ کاسب تی آدگ صنعتگر تی کارگر که روی کارگری کنه تی کارفرما که کارفرماه تی صنعتگر که کار یا مردمی اگه انجام ده و نرخ آکار برای تو مشخصه اما تو برای آی انسان ساده‌ای که نزاند که دنیای تو که مثلا این کار چین چکا انجام گیری اگر تو ادا خلاف بکنه عزیز من این مالتی حرامه اشی جبران امکان پذیر نه تا زمانی که تو مثلا ماشین کار کنه تو کولر سازیه تو زانه که اشی حق و زحمت منی این چکه ولی آیا پنهان بکنه گیشتر بگره تی این مال حرامه شی جبران نیست و اشیا با خیلی ساده گره و آکسی که این کار انجام ده شاید برای وچیه یا زیرکیه بزانته که مروچی من یک کوچکترین کاری انجام ده اما مزنی سرمایه به دستون آرد ولی بدبخت نزانته که منی کار چین چکا انجام گیرید ولی نی تو نزانه که این مال برای تو یا زهری یا سمی و اشی اثر منفیه تو نزانه که تیوتی خونگوش تو که چطور اثر کنده
چه بسا همه مال موجب بیته که خدا مکن هر کسا نجات بده از الله تبارک و تعالی. به یه هنچی بیماری تو مبتلا به که سر و پا جنه 10 برابر اشیا خرج کنه، اما آی تأثیر گذار نبید و اشی جبران نبید. عزیزان من، ما شما تلاش بکنه که وتی معاملات تو که الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای مؤمنا مالی که خدای شما را داده اشیا پیما بینهم به راه باطل و حرام مورید، اشیا حلال کنید برید تا که اشیش به زندگی تو که یه اثر مثبتی داشته بیته. و این مال حرام عزیزان من چوک هم تأثیری آرامش انسان هیگا مال هماهنایا که زندگی هماهنایا که انسان با یک کم مکین درآمدی ولی با آرامش سکون زندگی بکن چی ارزشمنده. مال اگر هر چی گشتر ببیته ولی اگر انسان آلوگ تو که آرامش مبید مال مالی نه، مال سمی که آیا جمع کتا آیا چوک تأثیر گذاره، آیا آرامش و آسایش آیا تأثیر گذاره، آیا صحت و سلامتی تأثیر گذاره. تا گنده خیلی از انسانان با یک کم مکی درآمدی یا آرامش و سکونی زندگی کنگاین، آیانی چوک گو آیان فرمان بردارن، آیانی جنین گو آیان فرمان بردارن. شی عزیزان من ما شما بدانی که همه مال تأثیره، ولی اگر مال هر چی گشتر ببیته وقتی که از راه حرام ببید جنین و مردین هر روز درگیرن، چوک گو اپت و ماتان درگیره و هر چی سعی کنن تلاش کنن چوکا خوب تربیت بده، چوک اصلا متمرد بیته. چوکی نبیته بلکه یه وبالی بی برای آیا. چه بسا همه دوستیه که الله تبارک و تعالی بین چوک و پیت و مات پیدا کتا، همه پیت و مات وشن کاش که ما را هنچین چوکی مبیته. ما شما دانیم که ایشی اثرات چه کجایم فهمی خاطر الله تبارک و تعالی گشته که مالا به طریق باطل و حرام در میان وقت مورید، مالا حلال بکنید برید و چه گناه ما شما پرهیز بکنید. عزیزان من مروچی ارزم کود ای همه پریشانی های همه نابهنجاری های اجتماعی و عدم سکون و پریشانی و بیماری دو چه کجا آد کگم. تاریخ برای ما شما یه درسی عزیزان من. قرآن مجید کتاب احکامه ولی از تاریخ هم قرآن بیان کته، وستگی قومانی حالاتی بیان کته، قوم عاد، ثمود و ادرسی قومانی حالاتی بیان کته که آیانی هلاکتی بربادی الله تبارک و تعالی همچی عذاب راه داده که آی په نابود کته یا نسلی په که منقرض کته. مریچی اردن تو که ای بحر المیت دریای نمک یکی از همه آثار قوم لوطه که آیا به معاصی و گناه مرتکب بودن الله تبارک و تعالی از زمین چیز کد سرچیر کد و تا مروچی به عنوان یه عبرتی آجاها یا دریاچه نمکی پیدای کده تا که ما شما این عبرتا بکنیم. این گوستگی قومانی تباهی علل و اسباب عزیزان من اگر ما شما بچاره درو از معاصی و نافرمانی بیتگان. پیغمبران گوشته این راه حقه و تی مالا این طریقه استفاده بکنه، چو خدای فرمان برداری بکنه، چو توحید رعایت بکنه، آیا برعکس عمل کتا. قرآن مجید گوشیدن که ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما پیسر چه شما ای پیامبر ملت ها قوم ها پیغمبر ره داتا ودا و آیان چون نافرمانی کتا خداوند متعال در مقابل احکام دستورات پیامبران خدایا یه سنتی هسته، یه قانونی هسته. سنت خدا معنی چیه؟ قانون طبیعی اله، یعنی قانونی که خداوند متعال در طبیعت وضع کتا، ایر کتا
نظامی پیدا کتا، قانونی هم طبیعتا پیدا کتا. خداوند متعال نظام به همه قانون را وگه پیغمبری راه داتا اقام وقتی که نافرمانی کتا الله تبارک و تعالی یا وتی قانون سنت ودا اجرا کتا. بعض مدتا پیغمبران تبلیغ کتا. الله تبارک و تعالی ودا سنت املا استدراج شاندرو سنت و قانون طبیعی پروردگاره مهلتی داتگا، ولی تا به یه نقطه یک رسیدگا مهلت پروردگاره به عذاب تبدیل بیتا. این خدا متعال قانونه و خدای عذابا ها هیچ بر آنی نیایم. یعنی یک قومی اگر یه رندی نافرمانی بکن الله تعالی عذابای سر راه ندا، ولی اگر یه نافرمانی ادامه پیدا بکن هنچون که تاریخ برای شاهد یه چیزانی وقتی ادامه پیدا بکن به یه نقطه رسیده که آن نقطه خط کرمز پروردگاره به قول تعبیر ما شما آن نقطه انفجاره آوهدی پروردگار بودی عذاب آوده به صورت آنی راه داده. این خدای سنت قانون عزیزان من. ما مروچی الله انسان پیدا کرده اختیاری داتگی آچه اختیار آوتی که اگر سوء استفاده بکن حرف قرآن حدیث علماء مبلغان تبلیغ کنوکانی گوش مداری تا به یه نکته که حالت انفجاری پیدای بیده. حدیث تو که هسته که اثرات گناه بعضی جاها هنچو مخرب بید هنچو تخریب کنتن که انسان از بین برد. چون الله دستورات اوامر و منهیات عبادت گناه این دو نکته خوب دقت بکنه. عبادت در واقع درمان روح انسانه، یا با تعبیر دیگه اگر یه بدنی ضعیف ببین دکتر آیا معجون یا ویتامینی داده مکمل غذایی داده که تی بدن نیاز به مکمل غذایی هسته تا یه مکمل آیه ویتامین ها مصرف بکن تا که تی بدن ایمنی بدن تی قوی ببید. شی تأثیر گذاره. عبادت روح تقویت داد و جسم انسانه هم سالم کنته. عبادت یعنی اگر ما جنبه ظاهری عبادت ها بچاره خیلی از عبادت ها هم انسان جسم هم تأثیر گذاره. حالا گرچه گشترین تأثیر عبادت روح انسانه که حقیقت انسان روح ها وابسته این. بل اگر یه انسانی مکمل غذایی با ویتامین با ولی از یه دیگه جهتی سم با چون من مکمل ورگانم من ویتامین ورگانم سم هم ورم نیه انسان عاقل فکر بکن درسته ویتامین ها یه اثری هسته ولی وقتی که تو زهر وره یه زهر تر کشید. اگر تو عبادت کنه ولی اگر گناه همراهن گناه به منزله همه سم عزیزان من. یعنی تأثیر سم که ویتامین تأثیر اصلا از بین برده. پس ما شما باید از گناه از معاصی باید خوب اجتناب بکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و یه حدیث طولانی در مورد اثرات منفی گناه واجه فرمایش کو خیلی از گناهانی اثرات ما روزمره گندگانی. گناه مستری اثر خوب دقت بکنه توجه بکنه. پیغمبر حدیث مفهومه. گناه اولی اثر احسان فراموشیه. یعنی چی؟ ما شما مسلمان معتقدیم که پروردگار ما را یه جسمی روحی داده که همه چیز ما از جانب خدایه. هر چی ما را هسته چه جانب خدایه. نی مردمی که روت خدای نافرمانی کن یعنی چی؟ احسان خدای فراموش کن. اولی یه کارنامه یا کارکرد یا عمل کرد گناه احسان فراموشیه. الله تعالی چم داده، تری گوش داده، تری مغز داده، تری فکر داده، تری اولاد داده.
آوهدی که اشانی تر نیاز هستن تو دستان چیست کنه شفا الله من اولاد بده، الله من مال بده، ولی پدر روی همی خدای نافرمانی کنه. گوره تو چیه؟ تا احسان فراموشیه، تا در حق وتی محسن باری تعالی که تی خلقت، تی وجود، تی هستی چه همایی منشه گریته. اولی گناه مسترین اثر منفی احسان فراموشیه، یعنی انسان سکین نابابی او خدای نافرمانی ها بکن. بعضی از گناهان پیغمبر همین حدیث تو کا بیان میته که بعضی گناهانی اثرات همشنایا، مثلا من جمله اگر انسان زکات مدا به طور مثال یا معاصیه زکات مدا و تی مال زکات مدا، حدیث تو کا هسته که الله تبارک و تعالی قحط سالی کاری شد کاری و مردم فقیر کرد. حالا فقیری تنها ایشی نه که مالی نی، مالی هسته ولی از روحی آی فقیره. هنچو گدا و تارا ظاهر کرده هیچی نی منا، و هنچو آی طبیعت تو که اگر هرچی مالی بی بی آ فکر کرده که من گدایم، ایشی اثر همه زکات نده گه. بقول بلوچی اگر دستی بره خونی درنه چی بخیلی ها، یعنی اگر یک گریبی مسکینی دست دراج بکن یا مدرسه یا فلانی گوش مرا هیچی نیست در سطح بانکی پر را شیم بخی در واقع وقت چوک آیه نیازمندن به خاطر زر و پولا جنگن اما بانکی پر را بخیل هم شنایا. وقت مریض علاج نکند دستی لباس بود نپوشید به یه مدرسه و کار خیری یا امر خیری یا ده ها مریض مروچی بکش به جامعه تو که هستین. ما شما چی به آیان توجه کنی عزیزان من؟ می فرهنگ دینی ایشی نگوشی تا برو همساهه گا و تیگا بچار برو بچار تی کنار گوشه یا مریض کبتا هنچی که سرطانی هن تالاسومی هن، اما تا چینچو دستا به آیان طرفات چکنه بخیلی ایشی نامه همین مالک آی واسای وبالی بیت روته. الله قحط سالی کاریته اگر هور بداته هوران برعکس نیشی که آیا نفی دیانته کایا هوران هنچوشین توپانن گواتا هیچ منفعتی تبید ایشی هم یک قحط سالی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هنچو که هور ظاهر بیتن دعای کود که الله هورا برای ما یه رحمتی بکن زحمتی مکن مروچی یک توپانان یک گردبادان درم اعمالانی وجه عزیزان من. یا همین حدیث ادامه هسته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایش کو وشتی جامعه تو کا وقتی که بی حجابی بلا نسبت فحاشی عام بی چه بی حجابی و بد حجابی، این دو نکته ہیں عزیزان من، یا بی حجابی هسته یا بد حجابی هسته. بد حجابی اثرات بدتر از بی حجابیه گا. بد حجابی چیه گوشن؟ لباسی پوشتا هنچو که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پیسرتر بیان کو که زمانی کہتے کہ میں مسلمانانی جامعه تو کا کاسیات و آریات پیدا کبند جنینانی پیدا کبند آپ فکر کنن ما لباس پوشتا ولی پیغمبر فرمایش کو شان لباس نپوشتا شان آریات هم شان برهنه هم شی من نگوشون یا دانشمندی نگوشی یا نویسنده نگوشی. پیغمبر وتی حدیثه اگر یا ماتی گوهاری یا یک کلمه خوش نیایته پیغمبر گوشته که هیچ زمانی که کاسیات و آریات من لباس پوشته ولی لخته برهنه واجه جمله این لباس یا هنچون نازکه که آیانی بدن نمایانه. الله تبارک و تعالی جنین مردین طبیعت متفاوت کتا در بعضی مسائلان تو که آیانی سبک لباس و پوشگی متفاوت کتا آیانی بازار درایگی متفاوت کتا باید همچین لباس بپوشن که آیانی بدن نمایان مبید ولی هنچوش پوشن که آیانی بدن هنچون نمایانه که یکی کاسیات و آریات هم یا لباس هنچو مروچی میں جامعه هنچوش میں درستی ما تو گوهار بی مرضا مبتلایند عزیزان من. هیچ کس فش نکبتا لباس پوشتا
فرهنگ های غلط آت که می جامعه تو کا و الا می بلوچانی لباس دنیای تو کا لباسی بیتا که دنیای افتخار کتا به آیان مروچی همه لباسه که همه دیگه فرهنگ های اشتباه یا ما همه دشمنانی که آت که ما تو گوهارانی ذهن تو که هنچون نندن تگه که تی پیسریگی نیاکان و تی پیرو کو بلکان آیا نفهمتا نزانتا که لباس کشاده بیتا کن چیه زانتا گود باز مصرف بیتا ایدا با توجیه کنن کاش که آیا این فهم و درک ذهن تو کا بیتن که آن لباسی که اگر میں نیاکان پوشتا قابل افتخار بیتا دنیای تو کا مروچی آن لباسی که میں چوک جنینان پوشگایا مروچی ما حقیقتا مردم سر در آرت نکنتن در مقابل ای دیگه قوم ملتان همه دیگه قومانی که ما پیسرا گوشتگن کشان لباس بده ولی ما لباس مروچی همچنین که ما را زبان نیست که ما بگوشیم که آدگر لباس بده ما همچو به همه حد و انحطاط رسیده عزیزان من علما وتی مطلب گوشند ولی شما در وتی لوگانی تو که الله تبارک و تعالی همه ولایتی که داتا چه آیا استفاده بکنه و چه فرهنگ دینی باید آیا تفهیم بکنه ما فرهنگ دینی غنی هیچ بر اجازه نداد که ما لباس ایشی بیبیده نی حدیث تو که هست که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایش کو اگر بی حجابی عام بیبید آوهدی الله تبارک و تعالی همچوشی بیماری راه داتے کہ پیرو کو یہ بیماری نیش کتگا یہ حدیث مفهوم ترجمه ہے کہ اگر یہ عام بی الله همچوشی بیماری راه دا کہ پیرو کو آئی نام نیش کتا مروچی عزیزان من این بیماریه که ما شما رنج برگاییم دنیا رنج برگاییم و همچون گوشن شیعه باید ما شما جدی بگیریم ما شما وقتی کشور اخباران گوش بدارین هر روز 200 نفر 220 نفر چه همه بیماری ها چه ما شما چوتی عزیز و هم میهنان از دست دیگاین خدایا لطف کتا میگه شما این منطقی چوتی خدای لطف یا چه آب و هوا یا باز خدای لطف و کرم هستین اما این دیگه استان و شهرستان ها هر روز عزیزان من میگه شما هم کشوریان پوت بیگاین روگاین و دهها بیمارستانان جان هستی شما وقت از این مسائلان گشته چه ما آگاهی هستیم فضای مجازی ها مروچی این مسائل کامل بیان کتگن پس این بیماریان چی هن که مروچی دنیا پریشانه میگه شما حج تعطیل بی یہ سالا میگه شما مساجد همشون تازه الله لطف احسانه که بودی همه حالت عادی یا برگردگاین میگه شما حوزیانی که میگه شما حیات اجتماعی به همین حوزیان وابسته عزیزان من ما شما قدر شناس علما ببین همین حوزیانی که میگه شما چوکان تدریس کنن میگه شما حیات دنیای آخرتی به شما وابسته این دنیگاه تعطیل هم به چیا چه می اعمال و کردارا هنچو که حدیث ما را گوشگین که این بیماریانی آید درست یک جهتی از نظر علمی بیان کنن پزشکان ولی بعضی اسباب معنوی هستن که علم علوم تجربی یا علوم پزشکی نسبت به آیان آگاهی نیست آیانی متخصص قرآن و حدیث علمای هر یه پدیده یا هر یه بیماری یا علت ظاهری هسته که دانشمندان که آین دست درد مکن پزشکان که آین دست درد مکن شبانه روز آین تلاش کنه آین عزیزان من ما شما اشکنه آین ده ها پزشک بشوه بخاطر همه زحمتانی کشگاین گوین بیماری ها هزاران پرستار زحمت کشگاین و ایثار و همدردی کنگاین جان فشانی کنگاین جان نثاری کنگاین و خیلی از شان رفتگند و روگاین خسته بیتگند ولی اگر ما این بیماریان علت معنویان نگاه بکنیم عزیزان من برگردیدیم به موتی اعمال و کردارا بیاین استغفار بکنیم با توجه بشی که این مطالبی که من خدمت شما عرض کرد ما شما به این نکته رسیدیم پریشانی و آیانی اسباب خوب دقت بکنه اگر مردم یا طالب العلم یا درس داد یا مسئله یا علت و اسبابی هسته
و آپدیده اثرات. بعد ما بیایم یه پدیده و یه بیماری درد علاج در بگیجه قرآن ها. ایشی علاج چیه عزیزان من؟ ما هنی همه به اجماع رستگی که ما یه پریشانی تو کا مبتلاییم و چیه علت؟ می گناه هم، می معاصی هم، علت معنوی گناه هم هی. آدگه علت ظاهری ارزم کد عدم رعایت به اصطلاح دستورات پزشکی یا به هر حال آدگه چیزانی هم که کاری ما را به آیان نیست. اینه منظورشونه که ما را تخصص نیست، ما را کار هست، ما به آیان باید توجه بکنیم، عمل بکنیم، ولی آیانی تخصص آیان هستیم. نی ارزم کو که ما به یه نکته رسیدگیم. مروی چی علاج ایشیه چیه عزیزان من؟ شیه درمان شیه چیه؟ باز هم بر بگردیم به قرآن مجید ها. به قرآن رجوع بکنی که هیچ بیماری روحی نیست که آیه درمان قرآن مجید ما را نگوشته. می معاصی، می نافرمانی، می گناه موجب بیتگن که یه پریشانی و دغدغه و یه پریشانی مثلا آتکگ و مستولی بیتگن. آچیه استغفار عزیزان من. درمان آیه قرآن ما را استغفاره. ما کدی چه گناه ها باز کنیم آیشن که ما وجود تو که اگر ترس خدا، اگر می ذهن تو که می زندگی تو که ترس خدا اگر ایجاد ببی آوهدی همه چیزی که من خدمت شما عرض کنم ما باید به معاملات و توجه بکنه. آوهدی می معاملات هم درسته با مروچی برای ایدابی مسائلان توقع دو چیز عامل به اصطلاح اجرایی، قانون، پلیس، زور، قدرت، یکی ترس خدا. مروچی میں معاملات صحیح اصلاح کنگا یا قانونی وقت بیتا کہ اگر یکی احتکار بکن و تخلف بکن، دزدی بکن، غارتگری بکن و یا مسئولی که عدم احساس مسئولیت آیه ببیته شان واسه یک قانونی وضع کنک بیتا. ولی عزیزان من قانون نقش در حد ظاهره، در حد ظاهر قانون یا ناظر که تیوتی نظارت انجام داد و قانون اجرای کنده. ولی مستری عامل آنچه که قرآن و حدیث ما را خبر داده و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. این ذهنانی سرا حاکم ببید یا روچی ما را خدای دربار حاضر به یک لوٹید و خدای گورا ما را وشتگ لوٹیدیں که ما اگر معامله تو کا کوتاهی کتا و دا خدای گورا حساب کتاب بدهیم. ما در اوتی مسئولیت تو کا کوتاهی کتا خدای گورا پیش ببین. و نهى النفس عن الهوى و نفسا چه هوای نفسا و نفسا چه خواهشات باز بدارید. امام غزالی رحمت الله علیه ادای نکته جالبی بیان کرده. من چون وقت هم تمام بیته ولی من امام غزالی این نکته یا خدمت شما عرض کنم و نهى النفس سرا وجس نکته جالبی بیان کرده. این ذهنیت آیا بیته که روچی منا خدای گرا حساب کتاب ده یک لوٹی و نهى النفس. امام غزالی وشته که انسان گوتی نفس اصلاح واسطه 4 اصل باید اعمال بکن. آچاری معاهده، مراقبه و محاسبه، بعد مؤاخذه. این 4 اصلا مردم گوتی اصل نفسا مبارزه بکن نفس اصلاح بیته. معاهده چیه؟
هر صباح عهد بکن گوتی نفسا که من عهد کنون که من مرتکب گناه و خلاف نبوم. هر صباح یه عهدا بکن، بعد مراقبه بکن در طول این روز بچارید هنچو که یه خلافی مرتکب بی من صباحی گویم عهد کتگا با این روز تو که هنچو مراقب بی که اگر یه خلافی نافرمانی کتی و صباحی من گویم نفس عهد کتگا که من این کار نکنم. سومی چی؟ محاسبه. شب وقتی که وابسید خلوت بی یا ساعت خلوتی نیم بچاری که من یا معاهده کتگا یا مراقبه گوتی نفسا کتگا نیم بنیندی باری من مروچی چین چو گناه کتا زرانی باره خیلی هوشیاری دکاندار هنچو که روت شپا حساب کنته که مروچی من چین چو ضرر کتا چین چو گوڑا ای اصلاح نفسا هم باید حداقل یه محاسبه بکن. بچاری مروچی من 10 گناه کتا و 10 نیکیوں کتا آن نیکیانی اوضا چیه بکن؟ شکر خدایا بچا بیاری پروردگار مروچی منا توفیق داد من 10 نیکی کار کد گناهانی باره یا چیه بکن؟ استغفار بکن، عبادت بکن. نفسا گو عبادتا خوش نیید تنبیه نفسه همشنا که آشا پا پاد بیتیم تهجد بکن نفسا میلی بی وفسگا. این محاسبه این همین چو استغفار بکن که نفس اذیت ببیده. این محاسبه البته مؤاخذه هم شنایا که گناه مقابله یا استغفار و عبادت بکن. فرض بکن اگر یک گناه مالی کتگی و همه مال یک سک دوسته تا جیب سری داشته صباحش یا بداد در راه خدا نفسا وحش نبیشی و تهجد بکن استغفار بکن و عمل نیکی که انجام داده آیه چی بکن؟ خدای شکر ادا بکن و بگوشید پروردگارا من توفیقاتا گیشتر بکن. این امام غزالی رحمت الله علیه پیشنهاد برای ما شما. و اما من خاف مقام ربه عزیزان من فراموش مکنی مروچی هم جا داشت که ما چون 18 ذی‌حجه در تاریخ اسلامی ما شما شهادت حضرت عثمان ذوالنورین که ابرمرد تاریخ 18 ذی‌حجه با 12 سال خلافت و با فتح خیلی از کشورهای مهم از قبیل افغانستان، تبرستان، گرجستان و یک قسمتی از ایران واجه فتوحات تو کن و مستری افتخاری که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم 2 دختر آیی لوگاید آیی باللقب ذوالنورین معروفت و شخصیت یک پیغمبر صلی الله علیه و در حق آیی دعا کو گوشتی که الله من چه هست عثمان راضی و تا چه آیه راضی ببی پیغمبر با زبان وقت گوشتی که من چه عثمان راضی و ای الله تا چه آیه راضی ببید. و این مصری افتخاری برای این خلیفه مسلمین و این خدمتگزار خالص و مخلص در اوتی دوران توکا. ولی چون وقت به وام رسیده من در همین حد بسنده کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.